اول اگر خواسته باشیم که بعد از رمضان یک قوت ایمانی ما خوب نگاه شود، یک راهش گرفتن 6 روز روزه است بعد از رمضان. این در وجود انسان یک قوت عجیبی را و بقا با ارزش‌ها در سنید می‌گذارد. دو، مجالس صالح را انتخاب کن. مجالس صالح تأثیرگذار است. یعنی اگر ما هفته یک بار دو بار در مجالس انسان‌های صالح بشینیم و یاد آخرت ما تکرار شود بر ما، و این خیلی خوب کار است و ما میریم به طرف خوبی. سوم، دعوت را همیشه ورد بگیریم، یعنی کوشش بکنیم بی تفاوت نباشیم، برای توجیه مردم تلاش بکنیم، به تعبیر درست مردم فکر بکنیم. یک انسان که یک بار در دعوت داخل شد بعد خودش هم طبیعتاً جور می شود. و سومی که دعا بکنیم. صحابه کرام دعا میکرد اللهم سلمنا لرمضان، صحیح، خدای ما را به رمضان صالح نگاه کن، مریض ما نگذار، رمضان بگیریم. بعد از رمضان بگیم که خدای رمضان به معنویتش را که کسب کنیم او را بر ما سالم نگاه بکن. پس در 6 ماه یک رقم دعا بکنیم، 6 ماه با شکل دیگه‌اش دعا بکنیم. و ذکر الله، تلاوت قرآن کریم، رفتن به سر قبرستان ها، رفتن به شفاخانه ها، کلش وسیله تقویت ایمانی است و ما میتونیم به این شکل ان شاء الله معنویات ها را حفظ بکنیم.